این جلسه در مورد بک پروپاگیشن، همونجوری که جلسه قبلا فکر کنم گفتیم، قسمت اصلی درس ما خواهد بود بک پروپاگیشن. این جلسه شروع می‌کنیم، احتمالاً 2 یا 3 جلسه تو این موضوع صحبت می‌کنیم. خیلی بلند صحبت می‌کنم؟ داد نمی‌زنم؟ اوکی. خیلی. این جلسه خود الگوریتم بک پروپاگیشن رو میگم و با 2 تا دیدگاه مختلف، یکی دیدگاه ریاضی و یکی هم دیدگاه گراف محاسباتیش هم یک کمی معرفی میکنم براتون. ولی نکات عملی و اینکه چطوری از بک پروپاگیشن استفاده بکنیم برای آموزش شبکه‌های عصبی، چه شبکه‌های عصبی شلو، کم عمق و چه بعداً شبکه‌های عصبی دیپ رو تو 2 یا 3 جلسه بعدی در واقع خواهیم گفت. بنابراین این جلسه بیشتر نکات اصلی درس ما خواهد بود و خود الگوریتم بک پروپاگیشن در واقع نکات کاربردیش تو جلسات بعد صحبت می‌کنیم. قبل از اینکه خود بک پروپاگیشن رو بگیم، باید بگیم که بک پروپاگیشن برای چه شبکه‌هایی استفاده میشه. عموما شبکه‌هایی که شبکه‌های بک پروپاگیشن شناخته میشن با عنوان کلی، جلسه قبل هم گفتیم MLP، مولتی لیر پرسپترون، MLP شناخته میشن و اینا در واقع یک نوع از شبکه‌های فید فوروارد یا روبل جلو هستن که این شبکه‌های فید فوروارد باز ممکنه ساختار متفاوتی داشته باشن. اون چیزی که ما این جلسه بیشتر در نظر میگیریم و بیسیک بک پروپاگیشن رو بر اساس اون میگیم، ولی در واقع بک پروپاگیشن در هر شبکه‌ای با ساختار قابل اعمال خواهد بود. این بر اساس این شبکه‌های فید فوروارد و در واقع مولتی لیر هست که ساختار کلیش اینجا میتونید ببینید. حالا توی اسلایدهای بعدی هم بیشتر در موردش توضیح میدیم. ولی کلا اینجوریه است که از یک جهتی به عنوان اینپوت ورودی داره، یه تعدادی ورودی بهش میدیم، ضرب در ماتریس وزن‌هایی میشه که در لایه اول هست، خروجی‌های لایه اول حساب میشه، ضرب در ماتریس وزن‌های لایه دوم، خروجی‌های لایه دوم ضرب در ماتریس لایه سوم و نهایتاً خروجی کل شبکه ما حساب میشه. چون به صورت لایه محاسبات انجام میشه بهش میگن مالتی لیر و در واقع حالا هر نرونش هم که اسمش رو گذاشتیم نرون پرسپترون، بنابراین بهش میگن مالتی لیر پرسپترون یا عنوان حالا فید فوروارد نورال نتورک ها هم بهش میگن. فید فوروارد در مقابل شبکه‌های دیگه هست، ما بعداً خواهیم گفت عنوان ریکارنت، که حالا این شبکه‌های ریکارنت رو بعداً در بخش دیگه از دست میگیم و تا مدت زیادی ما در مورد شبکه‌های فید فوروارد صحبت خواهیم کرد، انواع ساختار مختلفش. معمولاً ما اون چیزی که در نظر میگیریم برای شبکه‌های MLP فولی کانکتد، یعنی که همه نرون‌های هر لایه به نرون‌های لایه بعدی تماماً اتصال دارند، اینو بهش میگیم فولی کانکتد. بعضی وقتا ممکنه اسپارسلی کانکتد هم داشته باشیم، یعنی بعضی از این در واقع اتصالات وجود نداشته باشن که حالا این حالت خاصی است، ما فعلا باز بهش کاری نداریم، ولی در کل میشه این رو در نظر گرفت. اصطلاح فولی کانکتد از اینجا میاد که فرض میکنیم تمام نرون‌های هر لایه به نرون‌های لایه بعدشون متصلن، چون بعضی وقتا به این ما بعداً شبکه‌های دیپ که بگیم به این شبکه‌ای که الان اسمشو گذاشتیم MLP به این لایه‌ها خواهیم گفت لایه‌های فولی کانکتد. اصطلاح فولی کانکتد در واقع از اینجا میاد. این مولتی لیر پرسپترون یه بار دیگه بخوایم بررسی بکنیم، یه شکل کلی‌ترش این است که شبکه‌ها رو ما اول باید تعلیم بدیم. شبکه عصبی رو در واقع 2 تا مود کاری میگیم برای شبکه‌های عصبی ما وجود داره. اول هر شبکه‌ای می‌خوایم برای هر کاری ازش استفاده کنیم، اول باید تعلیم بدیم، وزن‌هاشو از مقادیر تصادفی کوچیکی معمولا شروع می‌کنیم رو الگوهای تعلیم با روش بک پروپاگیشن یا هر روش تعلیمی که دیگه داریم وزناشو تعیین می‌کنیم و بعد می‌تونیم ازش استفاده بکنیم. یعنی چی؟ یعنی داده که نمی‌دونیم خروجیش چی هست رو بهش میدیم و حساب می‌کنه برای ما که خروجی مد نظر چی هست. خب طبعا این که دقت این شبکه ما به چه حد باشه بستگی داره به این که توی تعلیم ما چقدر الگوهای کافی داریم برای تعلیم و چقدر در واقع تعلیم ما تعلیم مفید خواهد بود که بعداً باز در مورد این تعلیم و اینها یه مقداری در کل توضیح خواهیم داد. یه نکته خیلی مهمی هست که باز در نظر بگیرید، این یکی از در واقع ایرادات مهم اون شبکه‌های عصبی است که ما فعلا داریم و هنوز در واقع این رو رفع نکردن، یعنی هنوز نتونستیم به اون چیزی که در مغز انسان است. مغز ما مرتباً در حال یادگیری است، ما همیشه داریم هر چیزی رو یاد می‌گیریم، حافظمون چیزای جدیدی رو به ذهن می‌سپاریم بدون اینکه چیز قبلی تغییر بکنه، بدون اینکه الزاما چیز قبلی فراموش بشه. این یادگیری پیوسته شبکه‌های عصبی ما ندارند. شبکه‌های عصبی ما یه بار یه تسکی رو یاد می‌گیرن و بعد باید ازش استفاده کنیم. اگر بخوایم تو همون تسک
حتی یک الگوی جدید به شبکه عصبی تعلیم بدیم، باید 2 مرتبه تست آموزش رو یه بار دیگه از اول، اگر قبلا 1000 تا الگوی یاد گرفته، الگوی 1001 رو میخوایم بهش یاد بگیم، باید 1000 تا به علاوه 1000 یک الگوی دیگه 2 مرتبه از اول با وزن تصادفی رندوم کوچیک 2 مرتبه تعلیم بدیم. شبکه‌های در واقع در 3-4 سال اخیر روی شبکه‌ها با لرنینگ‌های کنتینیوال لرنینگ کار میکنن که هدفشون این است که در واقع شبکه‌های تعلیم بدن که بتونه همزمان که داریم ازش استفاده میکنیم بتونه یاد بگیره. منتها هنوز خیلی با اون چیزی که مغز انسان داره خیلی فاصله داره و در واقع عملا ما همیشه لرنینگمون جداست، استفادهمون کاربردمون جداست. بنابراین این دقت بکنید که این دو تا بنابراین گفتم 2 تا وضعیت کاری داریم در شبکه‌های عصبیمون. وضعیت کاریمون، تو این وضعیت کاریمون وزن‌ها و پارامترها فرض می‌کنیم که مشخصه، یه ورودی میدیم و می‌خوایم در واقع این شبکه عصبی به عنوان یک باکس در نظر می‌گیریم، یه ورودی X میدیم و می‌خوایم خروجی Y برای ما تعیین بکنه. این با این فرض است که ما وضعیت در اینجا محاسبات از سمت اینپوت به سمت آوتپوت است. بنابراین بهش میگیم محاسبات فیت فوروارد پس میگیم، مسیر رو به جلو میگیم این محاسبات. ما تا بعدا خواهیم دید که الان در واقع تو همین جلسه میبینیم تو وقتی که داریم تعلیم میدیم شبکه‌هامون رو، یه بار باید محاسبات فوروارد انجام بدیم و بعد باید در این خروجی خطا رو حساب کنیم. اینجا یه خطا یا یه لاس یا یه خطا حساب میکنیم در خروجی و با این لاس برمیگردیم و وزن‌های شبکه رو تعلیم میدیم. بنابراین یه محاسبات به سمت عقب داریم که بهش میگیم بکوارد پس. و اصطلاح بک پرپریشن در واقع از این مسیر برگشتی که اینجا خواهیم داشت در واقع گرفته شده که این جلسه این رو با هم دیگه خواهیم دید. خب کلیه که ما میخوایم در نظر بگیریم برای شبکه MLP تو این شکل دیده میتونید ببینید. یک لایه ورودی است که سیگنال ورودی یا اون الگوی ورودیمون اینجا میدیم. میتونه از x1 تا xn تا ورودی داشته باشه هر ورودیمون. تمام این ورودی ها میبینید به لایه اول نرون های ما، نرون های لایه اول که چون به خروجی وصل نیستن به اینا میگیم لایه های هیدن، لایه های مخفی، به لایه پنهانمون. به لایه اول مخفی همه این نرون های ورودی وصلند، همونجا که گفتیم فرض میکنیم که فولی کانکتد باشه. خروجی نرون های لایه اول به نرون های لایه دوم مخفی سکند هیدن لایر متصلن، باز 2 مرتبه با اتصالات کامل فولی کانکتد. و در نهایت خروجی لایه دوم به ورودی نرون های لایه سوم وصل است که اینجا بنا به اون چیزی که ما در شبکه‌های شلو غیر دیف رسم داشتیم و فقط برای شبکه‌مون 2 تا لایه مخفی در نظر می‌گرفتیم، اینجا به همون شکل در نظر گرفته 2 تا لایه مخفی، لایه سوممون میشه لایه خروجی. چرا 2 لایه مخفی فقط در نظر می‌گرفتیم؟ تو جلسات بعد توضیح میدیم. و بعد اینکه چی شد که حالا تو شبکه‌های دیف تونستیم بیشتر از 2 تا لایه هم در نظر بگیریم، باز داستانی داره که تو جلسات بعد خواهیم گفت. ولی شبکه‌های معمول ما، شبکه‌های شلو ما، غیر دیف ما 2 لایه مخفی دارن و یک لایه خروجی که همین ساختار است که اینجا می‌بینید. و بعد میتونید خروجیاتون حالا تعداد زیادی داشته باشه، میتونه از y1 تا ym n تا ورودی داشته باشید و m تا خروجی به ازای هر کدوم از اینها داشته باشید. این شکل کلی یک در واقع شبکه MLP رو به این شکل می‌بینید. برای که ما بتونیم این شبکه MLP رو محاسبات هم فوروارد و هم بکواردش رو به صورت دقیق انجام بدیم و بعد چون می‌خوایم مشتق بگیریم گرادیان حساب کنیم، روش گرادیانی استفاده کنیم، باید نوتیشن دقیقی رو برای این شبکه در واقع مهم است و یکی از کلیدهای این است که ما بتونیم بک پروپاگیشن رو پیاده سازی بکنیم. خب اینجا یه سری تعاریف رو گفتم که البته تو اون شکل قبلی هم تا حدودی اشاره کرده بودم. لایه ورودی n تا ویژگی است، هر کدوم از این x1 تا xn رو میگیم یک ویژگی، یک فیچر. معمولا توی مسائل ما حالا توی پرداش تصویر اینا ویژگی نیستن، ولی توی مسائل دیگه معمولا ویژگی ها هستن. n تا ویژگی ورودی داریم، تعداد خروجی هامون رو m تا فضای خروجیمون m تایی در نظر میگیریم، تعداد لایه های شبکه با l بزرگ نشون میدیم. لایه آخر لایه الم است، این میشه لایه المنت های یکم، این میشه لایه المنت های دوم تا لایه اول. حالا اگر در کل ما تعداد
بیشتر از 3 لایه داشته باشیم به این شکل اسم گذاری میکنیم. تعداد نرون‌های هر لایه با NL، لایه الام رو با NL نشون میدیم و در نتیجه NL بزرگ میشه M و N صفر لایه ورودیمون هم که میشه N کوچیک. همونجوری که گفتم NLP 2 تا وضعیت کاری داره، آپریتینگ و لرنینگ، که حالا ما اول از آپریتینگ صحبت میکنیم، بعد در لرنینگ هم خواهید دید که اون فوروارد پس رو ما به نوعی خواهیم. تعریف متغیرات اینجا میبینید تو این شکل. فرض بکنیم که در لایه الومیم، بنابراین این نرون‌های لایه الومه. نرون آیوم در لایه الوم رو در نظر بگیرید. نرون آیوم رو خروجیشو با اوی یه اندیس برای لایه داریم، اوی ال، و یه اندیس هم برای شماره نرون داریم. من معمولا اینجوری تو مقالات مختلف ممکن شکل‌های مختلف بگذارم. اندیس لایه رو آپر می‌نویسم، بالا نویس می‌نویسم، اندیس نرون رو پایین برنامه می‌نویسیم، اوی ال، آی ال بالاست، آی پایین. خب این خروجیشه. هر نرونی یک نت داره که همون خالص ورودیشه، جمع کل تحریکش هست. با نت ال آی نشون میدیم، باز ال بالا آی پایین، و این نرون وصل شده به نرون‌های لایه قبلش، یعنی لایه المن‌های 1، که هر کدوم اتصالش با وزن لایه قبل با خروجی اوی المن‌های 1 نرون جیوم تو لایه قبلی با دبلیو ال آی و جی، ال باز بالا، آی و جی پایین. با این نوتیشن اینا رو در نظر بگیرید. بنابراین ما یک خروجی‌ها داریم، ال آی، نت رو داریم، نت ال و آی، و همچنین وزن‌ها رو داریم، وزن ال آی و جی. این تعریف رو داریم. توی اسلاید بعدی در مورد هر کدوم باز مرتبه صحبت کنیم. خب به همون شکلی که برای تک نرون پرسپترون جلسه قبل گفتیم، به همون شکل محاسبه میشه دیگه. نتمون برای نرون الوم تمام ورودی‌ها اینجا ضرب در وزن‌های متناظرشون میشه، زیگما گرفته میشه، به علاوه بایاسی که برای این نرون در نظر گرفتیم. باز بایاس نرون الوم لایه الوم نرون آی میشن با بی ال آی به همون شکل نشون دادیم. بعد چه اتفاقی میفته برای این نت؟ بعد از اینکه نت رو حساب کردیم باید بیایم و این رو از غیر خطیش عبور بدیم، از تابع فعالیتش F عبور بدیم و خروجی اون نرون رو حساب بکنیم. چون تعداد نرون هامون و تعداد لایه هامون زیاده است، بهتر این کار به صورت برداری انجام بدیم. به صورت برداری بخوایم انجام بدیم، تمام نت‌های این لایه رو به صورت یه بردار نشون میدیم، تمام خروجی‌هاش هم به صورت یه بردار نشون میدیم. اوی صفرمون میشه همون ورودیامون، اوی ال بزرگمون میشه همون طبعا خروجیامون، و محاسبات به سادگی میشه به این شکل بنویسید. بردار ال نت در هر لایه میشه بردار ماتریس وزن‌ها ضرب در بردار خروجی لایه قبل، ولی بردار بایاسای اون لایه خود الوم. البته اینا فقط به صورت برداری نشون میدید و بعدم این نت رو از تابع فعالیت اون لایه عبور میدید که خروجی هر کدوم از این نت در واقع نرون ها میتونید حساب بکنید. اینجا من فقط W L اوی المنت هایی که نوشتم، یعنی بایاس رو چیکار کردم؟ باز هر جا بایاس رو نمی‌نویسیم یعنی جزء وزن ها در نظر گرفتیم و در واقع اینجا یه ورودی در نظر گرفتیم که چی هست؟ یه ورودیه که همیشه یکی در نظر گرفتیم، ضریبش میشه بایاس. خب که 3 لایه یعنی 2 تا لایه مخفی داشته باشه، ما ورودی بردار X رو که میدیم ضرب در W1 میشه، از غیر خطی لایه اول زد میشه و به ما خروجی لایه اول میده. خروجی لایه اول ضرب در وزنای لایه دوم میشه، از غیر خطیش رد میشه خروجی لایه دوم، و به همین ترتیب خروجی لایه سوم که همون خروجی شبکه ما هست به این شکل حساب میشه. برای در کل ما میتونم بگم که خروجی من وای من چی است؟ به این شکل W1 ضرب در X میشه از F1، حاصلش ضرب در W2 میشه از F2 ضرب در W3 میشه و به همین شکل هر کدوم از غیر خطی های خودشون رد میشن و خروجی حساب. یه در واقع فرض اینجا من گذاشتم که معمولا به همین شکل است و اون هم این است که تو هر لایه‌ای تمام نرون های اون لایه تابع فعالیتاشون مشابه هم است. بنابراین لایه اول رو تابع فعالیتش رو گذاشتم F1، تابع لایه دوم گذاشتم F2، لایه سوم گذاشتم F3. ممکنه تو لایه‌های مختلف تابع فعالیتمون فرق بکنه، ولی معمولا همین نرون‌های هر لایه رو با یک نوع تابع فعالیت در نظر میگیریم. این یک کانونشن هست که انجام میدیم برای اینکه محاسباتمون و فرضامون ساده‌تر بشه.
بنابراین محاسبات مسیر پیشرو، مسیر فورواردمون از ورودی به خروجیمون از لایه اول شروع میشه و به لایه آخر طبعا ختم میشه دیگه. طبعا باید به همین شکل باشه. خب یه نکته خیلی مهمی از همینجا، همین یه فرمول خیلی ساده است ولی یه نکته مهمی که برای تمام شبکه‌های عصبی همیشه برقرار است و همیشه از این استفاده می‌کنیم و باید بدونید چرا این کار می‌کنیم. تو همین فرمول هم می‌تونید ببینید. اگر ما یکی از این لایه‌ها مثلا اینجا لایه F1 رو F1 اگه خطی در نظر بگیرم یعنی چی؟ یعنی O1 به جای F1 نت 1 بشه همون در واقع W1 ضرب در X، غیر خطی نداشته باشه. چه اتفاقی میفته تو این فرمول؟ میبینید که W1 داره ضرب در W2 ضرب میشن. دو تا ماتریس پارامتر، دو تا پارامتر دارن در هم دیگه ضرب میشن. منتها این دو تا پارامتر اسکالر نیستن. هر کدوم یک ماتریس ممکنه با ابعاد 100%، 200% یا همچین چیزی با ابعاد خیلی بزرگ باشه. وقتی دو تا پارامتر در هم دیگه ضرب میشن عملاً یعنی چی؟ اون چیزی که مهم است حاصل ضربشونه دیگه، مبادی تک تکشون مهم نیست. و در واقع شما یه تعداد پارامتر کوچیک رو بردید به فضای خیلی بزرگی، تعداد پارامتراتون رو خیلی زیاد کردید، درجه آزادی رو خیلی زیاد کردید، در حالی که عملاً نیاز به این نیست، حاصل ضربشون مهمه، خود اینها مهم نیستن. و این کار برای بک پروپاگیشن شما به شدت سخت میکنه. پارامترهای بینتون دیگه یکسان نیستن و نمیتونید این رو به طور بینه در واقع تنظیم بکنید و عملاً هم کاری انجام نمیده. این نکته مهم اصلیش این است که اگر دو تا لایه داشته باشیم، لایه وسطشون خطی باشند، عملاً مثل این است که یه چی داریم، یک ماتریس وزن داره ضرب میشه. یعنی دو تا لایه نیستن، کار همون یه لایه رو انجام میده. پس اگه لایه‌های مخفیمون خطی باشند، کار جدیدی انجام نمیدن. این نکته مهم نیست. پردازش در کجا انجام میشه توی های ما؟ در اون توابع فعالیت غیر خطی. اگه توابع فعالیت ما خطی باشن، 100 تا لایه هم که داشته باشیم، 100 تا لایه خطی معادل یک لایه خطی است. چیزی به در واقع پیچیدگی کار ما اضافه نمیکنه. این رو دقت بکنید. برای همین هم ما همیشه فرض میکنیم که لایه‌های ما چی دارن؟ توابع فعالیت غیر خطی دارن. این اولین خاصیتی است که ما برای توابع فعالیتمون به دست میاریم. توابع فعالیت همیشه باید غیر خطی باشه. بعداً به تدریج که میریم جلو، سه تا خاصیت دیگه هم برای توابع فعالیت به دست خواهیم آورد. تو اسلاید بعدی یا ادامه همین اسلایدامون خواهیم دید که باید توابع فعالیت مشتق پذیر باشه، بعداً میگیم باید یک نواخت افزایشی باشه و بعداً میگیم باید محدود باشه. 4 تا خاصیت دیگه هم برای توابع فعالیت به دست میاریم که بعداً البته محدود بودنش رو باز به نوعی دیگه ریلکس میکنیم و ازش صرف نظر میکنیم، ولی 3 تا خاصیت اصلی خواهد داشت. بنابراین غیر خطی بودن یه تابع خیلی در واقع خاصیت مهم است. مشتق پذیری، محدود بودن و یک نواخت بودن رو بعداً خواهید دید. داره این غیر خطی بودن. این غیر خطی بودن یه استثناء داره و اونم برای لایه آخر است، برای F3. برای این لایه آخر اینجا من میتونم دیگه این F3 رو نداشته باشم و فقط چون بعدش دیگه در ماتریس دیگه ضرب نمیشه، من میتونم همون W3 داشته باشم و این به همین خاطر ما لایه آخر معمولاً خطی هم در نظر میگیریم، به خاطر اینکه خواهید دید که غیر خطی های ما از این نظر کمک میکنن به ما که پردازش داشته باشیم، ولی از نظر گرادیان و برگردوندن گرادیان باعث از بین رفتن گرادیان های ما میشن و در نتیجه خیلی مفید نیستن. ما اونجایی که بتونیم که غیر خطی نداشته باشیم سعی میکنیم غیر خطی نداشته باشیم. تو لایه آخر لازم نداریم غیر خطی و معمولا غیر خطی نمیگذاریم. بنابراین لایه آخر رو عموما لایه خروجی خطی در نظر میگیریم و این FSR رو در واقع در نظر نخواهیم گرفت. حالا برای بعضی از شبکه‌ها کاملا خطی است، برای بعضی از شبکه‌ها ممکنه یک تابع صاف مکس که بعداً تعریف می‌کنیم هم براشون در نظر بگیریم. خب پس این هم نکته در مورد توابع فعالیتمون. تا اینجا در واقع شکل گراف محاسباتی ما برای محاسبات فوروارد کلکولیشن به این شکل است دیگه. یه بردار X دارید در ماتریس W1. این F دو مرتبه بردار است، ضرب در یه ماتریس میشه، دو مرتبه غیر خطی دوم بردار است و به همین شکل تا نهایتا خروجی که اینم بردار است رو محاسبه میکنید. این میشه محاسبات مسیر فوروارد ما که به این ترتیب میتونیم انجام بدیم. Error back propagation
الگوریتم اصلی تعلیم ما هست و فعلا برای MLP گفتم این کار انجام میدیم، بعداً برای شبکه‌های دیگه هم از همین استفاده میکنیم. روش کلی تعلیم ما تو شبکه‌های عصبی همیشه به همون شکلی است که برای پرسپترون و قادالان اینها دیدیم. یه تعدادی الگوی ورودی و خروجی داریم، یعنی یه تعدادی مثال داریم XP هایی که برایشون مقادیر خروجی DP تعیین شده است، مشخصه. البته پارادایم‌های دیگه‌ای برای تعلیم هم هستن، آن سوپروایز و سپای سوپروایز و سلف سوپروایز اینا هم هستن که اونها بعداً میگیم به این نوع تعلیم میگیم تعلیم سوپروایز، یعنی با سرپرستی. یعنی ما داده داریم، میدونیم چه چیزی ازای این داده هامون خروجی مطلوبمون رو میدونیم چی است. فعلا با این پارادایم سوپروایز میخوایم بریم جلو و بعداً حالا تا دیگه هم خواهیم. اینا رو فکر کنم توضیح دادم. اینم که همین چیزیست که الان گفتم، XP و DP رو زوجای تعلیم رو داریم، به ازای پی بزرگ تا از اینا داریم، ابعادش هم این امتایی است. DP هامون هم به اندازه خروجی هامون طبعا امتایی هستن و این هم تعریف های این پارامترهای P, N, M و L. اینجا من فرض کردم مطابق با اون چیزی که معمول بک پروپاگیشنی هست که در ابتدا ارائه شد که خروجی ما خطای مین اسکوئر ارور است. منتها در واقع ما میتونیم هر لاس دیگه هم برای این در نظر بگیریم. باز بعداً تو جلسات بعد لاس‌های مختلفی رو معرفی می‌کنیم و در نظر می‌گیریم. منتها اینجا فرض کردیم که منظور ما مین اسکوئر ارور رو می‌خوایم در نظر بگیریم. مین اسکوئر ارور به این شکل در واقع مشخص میشه. بعد پیتا الگویی که داریم مقدار خروجی مطلوب منهای خروجی واقعی شبکه برای هر کدوم از امتا مؤلفه‌اش و برای هر کدوم از پیتا الگومون به توان 2 میرسونیم و تقسیم بر تعداد الگوهای پی میکنیم، میشه متوسط مجذور خطا در واقع. این رو میخوایم مینیمم بکنیم. هدف ما مینیمم کردن این است. با محاسبه وزن‌ها نسبت به وزن‌ها میخوایم این رو مینیمم بکنیم. چیزی که میخوایم استفاده بکنیم همون الگوریتم بهینه‌سازی گرادیانی است که جلسه قبل گفتیم. برای الگوریتم‌های عددی گفتیم که باید از یک مقادیر اولیه شروع بکنیم، از یک نقطه تصادفی، از یک اینیشیال پوینتی باید شروع بکنیم که منظور اینجا این خواهد بود که وزن‌ها و بایاس‌ها باید مقادیر تصادفی در نظر بگیریم، به دلیلی که باز جلسه بعد صحبت می‌کنیم این مقادیر تصادفی اعداد کوچیک نزدیک به 0 در نظر می‌گیریم که باز دلیل خاصی داره که تو جلسات بعد در موردش صحبت خواهیم کرد. و بعد که وزن‌ها بخوام از روش گرادیانی وزن‌ها رو اصلاح بکنیم، وزن‌های جدیدمون W قدم جدیدمون کای به علاوه 1 میشه همون W فعلیمون W کا. باید چیکار کنیم؟ در جهت منهای گرادیان با یه ضریبی که بهش اونجا میگفتیم استپ سایز، اینجا بهش میگیم لرنینگ ریت، باید بریم جلو. بنابراین ما نیاز به محاسبه این پارامتر داریم، زوند ای به زوند W. از این ای باید نسبت به W گرادیان بگیریم، مشتق بگیریم و بعد در جهت منهای گرادیان وزن‌ها رو تغییر بدیم با یک ضریبی که ضریب نیو است. این فرمولی که اینجا الان می‌بینید فرمول گرادیانی است. بک پروپاگیشن، اون چیزی که ما الان می‌خوایم صحبت بکنیم، نحوه محاسبه این زوند ای به زوند W رو برای ما تعیین می‌کنه. یعنی چطوری این مشتقات رو به دست بیاریم. W ما وزنای ما تعداد زیادی پارامترن تو لایه خروجی، لایه قبل از خروجی تا لایه اول. وزنای مختلفن که باید زیر هم دیگه بنویسیم به صورت یه بردار و بعد این گرادیان رو حساب بکنیم. این کار رو در واقع بک پروپاگیشن محاسبه این گرادیان رو برای ما هدف الگوریتم بک پروپاگیشن محاسبه منظم بردار گرادیان خطا زوند ای به زوند W. ایده اصلی ایده خیلی ساده است که قبلا تو دبیرستان می‌خوندید، الان نمیدونم کجا می‌خونید یا نمی‌خونید. بهش میگیم مشتق‌گیری زنجیره‌ای. کجا می‌خونید؟ تو دبیرستان می‌خونید نه؟ چی؟ ریاضی یک. من بذار اینو متوقفش کنم که ما بهش میگیم مشتق‌گیری زنجیره‌ای. میتونیم این گرادیانا رو یکی به یکی به طور منظم حساب کنیم. در واقع اون چیزی که جلسات قبل یادتون هست گفتیم که تعداد زیادی سالهای زیادی تقریبا 15-20 سالی میدونستن که شبکه‌های عصبی اگه تعداد لایه‌ها زیاد باشه میتونن کار خوبی برای ما انجام بدن، ولی نمیدونستن چطوری باید این محاسبات انجام بدن. ویدیو دیدید که یک روش سعی خطا اینا براش ارائه داد. راه حل فقط استفاده از اون چیزی بود که توی دبیرستان خونده بودن همشون، ولی احتمالاً دنبال انتگرالی و مشتق و کار بودن که توی سطح ریاضی بالا و در نتیجه
راحت جلو پاشون بود ولی نمیدیدنش. یه 20 سالی در واقع دانشمندان خیلی بزرگی این روش واضح برای محاسبه رو متوجه نشده بودن تا اینکه آیه هینتون این رو سال قبلش آیه وربوس، ولی اون چیزی که به اسم مشهور شده آیه هینتون سال 1984 این رو مشتقی زنجیری رو با 2 نفر دیگه از همکاراش ارائه داد. ایده کلی به این شکل است که ما این خطا رو اولا زیگمای اولش رو در نظر میگیریم نسبت به EAP خطا برای الگوی پیوم است. الگوی اول میدیم خطا حساب میکنیم، الگوی دوم میدیم خطا حساب میکنیم و به همین شکل. و در نتیجه زیگما که میخوایم بگیریم مشتق نسبت به هر کدوم از اینا میگیریم و بعد مشتقات رو با هم دیگه جمع میکنیم. این ایده اول است. EAP به این شکل میشه، بنابراین از اون 2 تا سیگما 1 سیگماشو خواهیم گرفت و از این فرمول استفاده میکنیم. میگیم روند E به روند W میشه زیگمای روند EAP به روند W، اون ضریب 1 پیوم هم داره. بنابراین ما حالا باید بگردیم برای هر کدوم از الگوهامون خطاشو نسبت به تک تک وزن‌های لایه‌های قبل بیایم و بایاس‌های لایه قبل بیایم حساب بکنیم. همین الگو رو به طور منظم که ادامه بدیم، الگوریتم بک پروپاگیشن با 2 در واقع بازنویسی و فرمول زنجیری میشه به دست آورد. خب فعلا تو این در واقع فرمولی که قبلی داشتیم EAP مساوی بود با سیگمای دی پی آی منهای وای پی آی به توان 2، تو اینجا ما W هنوز نمیبینیم، وزن دیده نمیشه، بنابراین نمیتونیم نسبت وزن مشتق بگیریم. دی که عدد ثابتی است، اون چیزی که تغییر میکنه وای، بنابراین من میتونم نسبت به وای مشتق بگیرم که اسم وای هم لایه آخر است، میشه اوی ال آیون. نسبت به این میتونم مشتق بگیرم، از این مشتق بگیرید یه -2 میاد اینجا و مشتق میتونید حساب بکنید. بعدش در واقع از این او خودش تابعی است از نت، میتونم نسبت به نت بیایم و مشتق رو حساب بکنیم، بازم با همون فرمول مشتقگیری زنجیره‌ای. فرض میکنیم این زوند EAP و زوند OL رو حساب کردیم، با این فرمول قابل محاسبه است. ضرب در مشتق O نسبت به نت میکنیم که از اینجا میشه چی؟ مشتق O نسبت به نت میشه مشتق تابع فعالیتمون، میشه اف بریم و در نتیجه این فرمول به دست میاد. این فرمول چون برای ما پارامتر مهمی است، یه اسم براش میگذاریم، بهش میگیم دلتای لایه الون برای نرون آیون و بهش میگیم حساسیت نرون آیون در لایه آخر، لایه ال. بهش میگن حساسیت، با علامت دلتا نشونش میدن و فرمولش به همین شکلی است که اینجا میبینید. منهای 2 تا اف بریم دی منهای او. این دی منهای او هم که در واقع همون چی است؟ همون خطای ماست دیگه. خروجی مطلوب منهای مقدار میشه همون خطای ما. خب. اینو به عنوان حساسیت تعریف میکنیم. بعد حالا میتونیم بیایم بگیم که خود نت چی بود؟ نت بود، نت لایه الوم برای نرون آیون بود زیگمای دبلیوی آی و جی لایه الوم در اوی المنت های 1 جی علاوه بایاسش. بنابراین از اینجا باز با مشتقگیری زنجیری میتونیم مشتق نسبت به وزنها رو حساب بکنیم. منتها وزنهایی که در لایه چی هست؟ در لایه آخره. و این مشتق نسبت به وزنها نسبت به پارامتر همون گرادیانی است که ما مد نظر بود. جز یه بخشی از همون گرادیانی است که ما مد نظر بود. و در نتیجه از اینجا میتونیم اینو حساب بکنیم. ضریبمون چی خواهد شد؟ ضریب وزن نسبت به وزن مشتق بگیریم، میشه همین او دیگه، میشه ضریبش میشه اوی لایه قبلی. بنابراین اولین این همین فرمولی است که من الان نوشتم، اولین فرمولی که به درد ما میخوره و گرادیان رو برای ما حساب میکنه برای گرادیان خطای الگوی پیوم است نسبت به وزنهای لایه آخر، لایه خروجی، که به این شکل میشه دلتا ضرب در اوی لایه قبلی ضرب در خروجی لایه قبلی. برای بایاس اگه همین رو حساب بکنید، برای بایاس فرقش این است که ضریب بایاس همیشه چنده؟ ضریبش همیشه 1. بنابراین اون اوه فقط حذف میشه، فقط میشه همون دلتامون دیگه، یا میشه دلتا ضرب در 1. این دو تا پارامتر، دو تا در واقع بخشی از اون گرادیانایی است که ما می‌خواستیم حساب کنیم، حسابش کردیم. حالا با کمک اینا برمیگردیم لایه به لایه، برمیگردیم با همین فرمول میریم عقب در وزن‌های لایه. خب این شکل دو مرتبه برای برگردید این شکل رو در نظر بگیریم. فرض کنیم که گرادیان تا لایه الوم به دست آوردیم، میخوایم برگردیمش به لایه ال منهای 1، یعنی نسبت به این اوی اینجا نسبت به این گرادیان رو حساب کردیم، میخوایم برگردونیم به وزنهای لایه قبل.
و بعد همین کار از لایه آخر شروع میکنیم، یکی یکی میایم به لایه های قبل. نت لایه بعد اون نت ال به علاوه یک اون بر حسب حالا وزنای لایه ال به علاوه یک اون به این شکل حساب میشه. این اوی ال مشتق نتمون، نت لایه ال نسبت به خروجی این لایه نسبت به اینجا میشه همین وزنمون و با این فرمول حالا اینجا در واقع برعکس اون حالتی که در خروجی اینجا داشتیم، اینجا وقتی که یه تعدادی خروجی داریم از هر کدوم از اینها یک گرادیان داره برمیگرده. دقت بکنید از هر کدوم از اینها یک گرادیان داره برمیگرده و اینجا که میرسه به این باید این گرادیان ها با هم دیگه چیکار کنیم؟ باید با هم دیگه جمع کنیم. گرادیان هایی که از جهت‌های مختلف از وزن‌های مختلف به هم میاد میشه سیگمای زوند ای به زوند نت که زوند ای به زوند نت میشه همون دلتامون که قبلا حساب کردیم و زوند نت به زوند او هم که میشه همون وزنمون که این بالا حسابش کردیم و در نتیجه اینجا زوند ای یعنی خروجیمون کتامون نسبت به خروجی لایه ال کوچیک، حالا ال کوچیک میتونه هر کدوم از لایه هامون باشه. اینا رو چیکار کردیم؟ تک به تک به دست آوردیم. نسبت به این او که به دست آوردیم میتونم برگردونمش نسبت به این نت حسابش بکنم. این نت برای ما مهمتر است و این مشتق نسبت به نت رو اسمش گذاشتیم دلتا، یعنی تابع حساسیتمون. نسبت به نت فقط همون فرمول قبلی ضرب در یک اف پریم میشه دیگه، چون فقط یک تابع اف رد میشه، مشتق که بگیرید میشه ضرب در اف پریم خواهد شد. تو این فرمولا که نگاه بکنید اگه محاسبات فوروارد رو برای الگوی پیوم انجام داده باشیم وقتی داریم برمیگردیم در لایه آخر خطا مشخصه، تک تک این پارامترها هم که اینجا تو این فرمولا داریم مشخص است، بنابراین گرادیان‌ها و دلتاها قابل چیه؟ قابل محاسبه است. دلتایی که به دست آوردیم حالا میتونیم برای وزنای همون لایه دو مرتبه بیام همون فرمول رو بنویسیم. مشتق نسبت به وزنای قبلا فقط لایه آخر کجا حساب کرده بودیم، حالا میتونیم لایه المنت های 1 المنت های 2 و هر چند تا لایه که داریم به تدریج برگردیم و گرادیانا رو نسبت به وزنای هر کدوم از لایه هامون، لایه های مخفیمون به دست بیاریم. فرمول هم فرمول قبلی میشه، قبلا برای ال بزرگ بود حالا برای ال کوچیکه. این پارامتر دلتا اینجا میبینید دلتا ضرب در چی میشه؟ دلتا ضرب در خروجی لایه قبلی میشه و برای بایاس هم همون ضریبش فقط مشابه وزنه ولی ضریبش یکه دیگه. این در واقع چیزایی که اینجا حساب کردیم اینا همون روش بک پروپاگیشن، همون چیزی است که ما می‌خواستیم حساب بکنیم. یعنی در واقع مؤلفه های این زوند ای، البته زوند ای پی به زوند دبلیو هست. زوند ای به زوند دبلیو به صورت برده یعنی مشتق نسبت به تک تک این پارامترها. ما نسبت به تک تک این پارامترها تونستیم حساب کنیم. ما تا باید چجوری حسابش کنیم؟ باید اول برای لایه خروجی حساب کنیم، بعد لایه قبلش و بعد لایه قبلش. به همین دلیل به این محاسبات میگیم محاسبات مسیر بکوارد و به این الگوریتم میگیم بک پروپاگیشن. چون داریم خطا پروپاگیت میکنیم، خطا به سمت عقب داریم انتشار میدیم از مسیرهای مختلفی، از شاخه‌های مختلفی مسیرها دارن برمیگردن و این اصطلاح بک پروپاگیشن به این دلیل برای این محاسبات در واقع ابداع شده. جمع‌بندی روش محاسبات گرادیان بک پروپاگیشن: اول برای لایه آخر حساسیت رو حساب می‌کنیم. دو مرتبه همین فرمولی که سوال کردید نگاه بکنید. وقتی محاسبات فوروارد انجام میدیم بیمون که معلومه برای الگوی پیوم مقدار مطلوبش مشخصه، خروجی رو هم الان حساب کردیم، برای میدیم مشخصه، اون مشخصه، نت اون مشخصه، مشتق تابع فعالیت اون مشخصه، برای دلتا قابل محاسبه است. دلتا رو که حساب کردیم بعد میتونیم بیایم دلتا برگردونیم برای لایه قبل‌تر با این فرمول. از دلتای ال به علاوه 1 میرسیم به دلتای لایه ال. باز این نتا و اینها مشخصن، برای دلتا ها میتونیم بک پروب بکنیم، دلتا ها به دست میاد و وقتی که دلتا ها به دست اومدن به هر لایه‌ای گرادیانایی که مد نظر ما هستن زوند ای پی برند وزنا میشن دلتا ها ضرب در ورودیای اون در واقع وزنامون، خروجی لایه ابتدایی میشن دو میشه. دقت بکنید که این دلتا فرمول محاسبهش بازم یه دلتای لایه بعد ضرب در وزنا، دلتای لایه بعد ضرب در وزنا. تو محاسبات فوروارد خروجی او المنت های 1 ضرب در وزنا ماتریس وزنا میشدن، از یک نت رد میشدن، او ال رو برای ما به دست می آوردند
اینجا اگه دقت بکنید تو این فرمولی که اینجا نوشتم از این طرف اینجا اگر نسبت به این نت داریم مشتق میگیریم دلتای L رو اگر داشته باشیم، این دلتای L ضرب در W منتها ترانسپوز شدهش، ضرب در ترانسپوز شده این W میشه، جمع میشه و به جای که از F رد بشه از F بریم رد میشه. یعنی به جای که در واقع رد بشه ضرب در F بریم میشه، رد نمیشه، ضرب در مشتق میشه و اون چیزی که به ما میده چی است؟ دلتای L منهای 1. حجم محاسباتش با حجم محاسبات فوروارد یکیست. اونجا یه سیگما حساب می‌کردیم و یه تابع، اینجا یه سیگما حساب می‌کنیم و یک تابع. یا ضرب ماتریسی است، اینجا هم ضرب ماتریسی منتها به صورت معکوس. این در واقع محاسبات فوروارد و بکوارد پیچیدگی محاسباتیش با هم دیگه تقریبا برابر است. و اینم در واقع جمع‌بندی محاسبات فوروارد و محاسبات بکوارد است. محاسبات فوروارد رو به همون شکلی که قبلا گفتیم انجام میدیم، خروجی حساب می‌کنیم، خروجی رو منهای مقدار مطلوب می‌کنیم، خطا به دست میاد. دلتاها رو به صورت برداری که بنویسم با دلتای بزرگ نشون میدیم. دلتای 3 میشه منهای 2 اف پریم ضرب در ای، دلتای 2 میشه اف پریم دلتا پریم 3 ضرب در دلتای 3 و به همین شکل محاسبات میتونیم انجام بدیم. از لایه آخر برگردیم به لایه اول. ما فعلا اینو فقط برای 2 تا لایه مخفی نوشتیم، ولی در واقع محاسبات از نظر ریاضی قابل انجام برای 10 ها تا لایه هم هست. محدودیتی که بعداً خواهیم دید که باعث شده که ما برای مدت‌های طولانی فقط 2 تا لایه مخفی استفاده بکنیم این است که وقتی این کار انجام میدیم این دلتاهای ما بعد از 2 یا 3 لایه که برمیگردونیم مقادیر بسیار بسیار کوچکی میشن، میل میکنن به سمت صفر. به این میگن ونیشینگ گریدینت، یعنی تو فارسی بهش فکر میکنم میگن نزول گرادیان. گرادیان ما از بین میره، از بین رفتن گرادیان. و وقتی گرادیان ما کم بشه تو روش گرادیانی تغییرات وزنای ما هم چی میشه؟ تغییرات وزنای ما هم میشه صفر دیگه. وقتی گرادیان کوچیکه تغییرات وزنا هم کوچیکه. وقتی تغییرات وزنا کوچیکه یعنی تو لایه‌های اولیه وزنای ما تعلیم اصلا نمیبینن. وزنای لایه اول که تعلیم نبینن یعنی چی؟ یعنی اتصال منطقی بین لایه اولمون ورودیامون و خروجی اصلا برقرار نمیشه. و این مشکلی است که ما برای شبکه‌های دیپ داشتیم تا تقریبا 10-15 سال پیش تا 2010. با روشایی که حالا تو این درس می‌خوایم بگیم، با تکنیکایی که تو این درس می‌خوایم بگیم، یکی دو تا نیستن، تعداد زیادی تکنیک رو باید همزمان به کار ببریم تا بتونیم شبکه‌های با عمق زیاد رو تعلیم بدیم که اینا رو بعداً به تدریج خواهیم گفت که هر کدوم چه تأثیری تو این مسیر خواهد داشت. خب فعلا فقط به این دلیل من مثالی که میزنم شبکه با 2 تا لایه مخفی است و بیشتر فعلا مثال بک پروپاگیشن و ریاضیات فرمولاشو گفتیم. منتها برای که پیاده سازیش بکنیم یه الگوریتم گرادیانی است. مثل الگوریتم گرادیانی باید به صورت الگوریتمی اینو بنویسیم و شما میتونید اینو به عنوان یه تمرین باز خودید الگوریتم گرادیانی رو پیاده سازی بکنید، برای مثال‌های ساده این رو بعد اجرا بکنید و ببینید که چطوری جواب میده. الگوریتم بک پروپاگیشن به این شکل است. وزنامون گاما 1 مقادیر تصادفی کوچیک. مقادیرمون وزنامون باید تصادفی باشه و باید کوچیک باشه. هر کدومش دلیل داره که چرا بعداً توضیح میدم. برای تمام الگوها تو گام دوم این کار انجام میدیم. محاسبات مسیر مستقیم رو انجام میدیم. اگر 1000 تا الگو داریم 1000 بار باید چیکار کنیم؟ ورودی رو بدیم، خروجی رو حساب کنیم و بعد باز گرادیان رو به دست بیاریم. اگه 1 میلیون تا الگو داریم 1 میلیون تا باید فوروارد رو انجام بدیم. بعد تمام الگوها محاسبات مسیر مستقیم رو انجام بده. نتا و اوها رو باید ذخیره بکنیم، چون تو محاسبات برگشت به این نتا و اوها چیه احتیاج داریم. تو اون فرمولامون اینا میومد. بعد از اینکه نتا و اوها به دست اومد بعد تک تک الگوها محاسبات مسیر برگشت رو انجام بدیم با شروع از لایه خروجی دلتای ال بزرگ رو به دست میاریم. بعد برمیگردیم از ال منهای 1 تا 1 به ترتیب برعکس دلتاهای لایه‌های قبلی رو حساب می‌کنیم و دلتاهایی که حساب کردیم گرادیان‌ها رو می‌تونیم به دست بیاریم. منتها هر کدوم از این گرادیان‌ها نسبت به یکی از الگوهاست. ما گرادیانی که می‌خواستیم گرادیان نسبت به کل الگوها بود. باید بنابراین اینا رو با هم دیگه چیکار کنیم؟ باید با هم دیگه جمعش بکنیم. بعد از اینکه حساب کردیم اینا رو با هم دیگه یک پیوم اینا رو با اون حالا یک اکومولاتور یه چیزی می‌گذارید و با هم دیگه جمع می‌کنید. همین کاری که انجام بدید نهایتاً گرادیان کلی نسبت به تک تک وزن‌ها به دست میاد. خب مجموع مشتقات و حالا مجموع مشتقاتی که حساب کردیم تهش می‌خوایم چیکار کنیم؟ می‌خوایم یک گام گرادیانی
وزنامون رو اصلاح بکنیم. یک گام گرادیانی به این شکل هر کدوم از وزنا و پارامترها رو در جهت منهای گرادیان خودش به اندازه گاممون که میو هست میایم و تغییر میدیم. بنابراین به این شکل وزنا رو اصلاح میکنیم. اینجا دیگه به صورت بردایی ننوشتمش. هر کدوم از وزنامون، وزن لایه الوم آی و جی، در جهت منهای گرادیان خودش که قبلا حساب کردیم یه اصلاحی انجام میشه. برای بایاس هم به همین شکل. شرط توقف الگوریتممون باز بعدا صحبت میکنیم. شرط توقف متفاوتی برای الگوریتم‌ها معمولا در نظر میگیرن الگوریتم‌های ریاضی که ما اینجا حالا چند تا شرط توقف برای این الگوریتم خواهیم گفت. هر کدوم یه معنی داره. اگر با اون شرط الگوریتم ما متوقف بشه که باز بعدا اینا رو خواهیم گفت. اگه شرط برقرار نیست برمیگردیم به قدم قبلی. یعنی دو مرتبه چیکار میکنیم؟ دو مرتبه با این وزنای جدید دو مرتبه تمام الگوها رو میدیم و فوروارد بکوارد گرادیانا رو حساب میکنیم تا بعد بتونیم نهایتا چیکار کنیم؟ یک گام گرادیانی انجام بدیم. یادتونه از خود الگوریتم گرادیانی الگوریتم خیلی کندی بود. معمولا لازم بود هزاران بار تکرارش بکنیم. اینجا هر گام الگوریتم گرادیانی هم خودش باید هزاران بار محاسبات فوروارد، محاسبات بکوارد به ازای هر کدوم از الگوهامون این کار باید تکرار بکنیم و می‌بینید که الگوریتم خیلی کند و زمانبری طبعا خواهد بود. منتها خوشبختانه با سخت افزاری که ما داریم این کارا میشه خیلی سریع انجام داد. برای شبکه‌های غیر دیپ در حد چند ثانیه دهم ثانیه است. برای شبکه‌های دیپ منتها زمان هست. خب یک تغییر کوچیک، البته دو تا تغییر میشه این الگوریتم داد. من یکیش اینجا آوردم، فکر کنم یکی دیگه‌شو نیاوردم، حالا یه اشاره میکنم بهش. یه تغییر کوچیک میتونیم تو این الگوریتم بدیم. تغییر کوچیک ما این بود که به جایی که صرف کنیم هر بار که فوروارد بکوارد میکنیم همه با هم دیگه گرادیان‌ها با هم دیگه جمع بکنیم و بعد یک جا گرادیان رو اعمال بکنیم، به جای هر الگویی که میدیم گرادیانش رو فوروارد میکنیم بکوارد گرادیان حساب میکنیم، به جای همون بیایم وزنا رو چیکار کنیم؟ آپدیت کنیم. با وزن آپدیت شده الگوی بعدی رو بدیم و به این شکل. اینو بهش میگن الگوریتم، اونو بهش میگن الگوریتم بچ، اینو بهش میگن الگوریتم ایتراتیو یا تکراری. فقط فرقش این است که دیگه برای تمام الگوها این کار نمی‌کنیم. معمولا این کار به صورت تصادفی یه الگو رو از بین 100 تا 1000 تا 1 میلیون تا الگویی که دارید یه الگو رو انتخاب می‌کنید، فوروارد بکوارد رو انجام میدید. این راند ای به راند ای پی به راند دبلیو که حساب کردید، به ازای همین میاد وزن چیکار می‌کنید؟ آپدیت می‌کنید. به ازای همین گرادیانی که الان جزئی که الان حساب کردید میاد وزن آپدیت می‌کنید و بعد با وزن جدید دو مرتبه برمیگردید یه الگو دیگه تا وقتی که کل الگوهاتون انجام میشه. هر بار که ما کل الگوها رو به شبکه میدیم بهش میگیم یک ایپاک. یه ایپاک در واقع میگیم انجام شده. بنابراین یه ایپاک یعنی که اگر شما 1 میلیون تا الگو دارید یعنی 1 میلیون تا فوروارد و بکوارد رو انجام دادید. اونی که بچ بود فول بچ بهش میگن، تمام الگوها رو میدید، بعد از تمام الگوها یه بار فقط گرادیان انجام میدید. اینی که خیلی جزئیه. هر بار یک گرادیان جدید انجام میدید و این گرادیانتون وزنتون رو در یک جهتی حرکت میده. اگر به این شکل ایتراتیو بخواید انجام بدید ممکنه هر گرادیانی که حساب میکنید نسبت به اون گرادیان قبلی خیلی متفاوت باشه و وزنتون خیلی تصادفی حرکت بکنه. کار دیگه که انجام میدن این است که نه کلشو میدن نه یکی میدن، بلکه یه تعدادی رو از یه بچ کوچیکی رو، فول بچ نیست، یه مینی بچ رو انتخاب میکنن که این مینی بچ ممکنه سایزش بسته به معمولا مشکل حافظه است، بسته به حافظتون هست. بسته به حافظتون ممکنه 256 تا داده باشه، ممکنه 128 تا داده باشه، ممکنه 32 تا 8 تا 4 تا یا حتی ممکنه بعضی وقتا اگر با تصاویر بزرگ کار میکنیم ممکنه 2 تا یا 4 تا یا یکی داده باشه. یه مینی بچ یه تعدادی از الگوها رو انتخاب میکنن و این مینی بچ گرادیان رو حساب میکنن و بعد در این مینی بچ کار میکنن وزنا رو آپدیت میکنیم. به این شکل از اون میزان تصادفی بودن گرادیان‌های ما هم کاسته میشه. در این حال لازم هم نیست که ما صبر بکنیم تمام الگوها رو بدیم و گرادیان رو حساب بکنیم. هر کدوم از مینی بچ‌های ما یه برآوردی از گرادیان کلی در واقع محسوب میشن. به این الگوریتم که خیلی از این دوتا در واقع پرکاربردتر است بهش میگن Stochastic Gradient Descent SGD. Stochastic Gradient Descent همین است که به جایی که فول بچ یا تکی استفاده بکنیم مینی بچ استفاده میکنیم که این مینی بچ هم بچ سایزمون در واقع معمولا توسط این که سخت افزارمون چه
حافظه‌ای داره، چند تا کد داره و کلا عموما معمولا برای ماها بسته به اینکه چقدر حافظه‌مون جواب میده میتونیم این رو سایز مینی بچ رو در نظر بگیریم. خب اگه مشکل رم نداشته باشیم فول بچ بهتره یا نه؟ مینی بچ بهتره، چون مینی بچ برآوردی از همون فول بچه ولی خیلی سریعتر از فول بچه. در واقع این یک جور اون اصطلاح استوکاستیکش به خاطر این است که تخمین دارید میزنید. شما فرض بکنید که میخواید همون ایده کلی تخمین پارامتر تصادفی است. شما میخواید متوسط قد تمام دانشجوهای 20000 تا دانشجوی دانشگاه فردوسی رو حساب کنید. یه بار این است که بیاد هر 20000 تا رو اندازه بگیرید متوسط بگیرید، این خیلی زمان بره. یه بار این است که بیاد چیکار کنید 200 تا رو تصادفی انتخاب کنید، تو این 200 تا متوسط بگیرید. این متوسطتون با اون 20000 تا چی خواهد بود؟ خیلی نزدیکه به هم. برای مینی بچ خیلی کاریش نسبت به فول بچ بیشتر است. تصادفی است دیگه. همه مینی بچ‌ها تصادفی است و بعد دیگه بدون جایگذاری است. نه هدفمند تصادفی باید انتخاب کنید. دلیل داره چرا تصادفیشو بعداً حالا میگیم. من چیزی ندیدم، چیزی ایده‌ای ندارم، ندیدم که این کارو بکنم. ولی معمولا سایز بچ به حافظه بستگی داره، یعنی در طی زمان تغییر نمیکنه. شما هر چه بتونید خوبه که بچتون رو بزرگ منتها نه دیگه خیلی بزرگ انتخاب بکنید بسته به اینکه چه تعداد داده دارید و چقدر تنوع دارن داده هاتون. هر چه تنوعشون بیشتر باشه سایزتون بیشتر باشه بهتر است. مثلا خیلی بزرگش هم دیگه حجم نمونهتون زیاد میشه و کاریتون توست. ولی اینکه در طول زمان عوضش بکنن ندیدم من. نمیتونم دقیق چیزی بگم. اوکی. اینم الگوریتم اینجاست. خب یه چیز کلی، جمع‌بندی کلی در واقع اینجا گفتم. الگوریتم بک پروپاگیشن یک روش برای محاسبه گرادیان خطاست. الگوریتمی که ما استفاده می‌کنیم در واقع خودش الگوریتم گرادیانی است. چه نوع الگوریتم گرادیانی؟ از اونایی که جلسه قبل گفتیم الگوریتم گرادیانی با استپ سایز ثابت. استپ سایزمون هر گامی اپتیمایز نمی‌کنیم، استیپس دسنت نیست. بعضی وقتا اشتباه، یعنی در واقع به صورت مصطلح این روش گرادیان میگن استیپس دسنت، ولی طبق تعریف دقیق ریاضی این روش استیپس دسنت محسوب نمیشه. این روش برای محاسبه گرادیان خطا نسبت به تک تک وزن‌ها از روش مشتقگیری زنجیری شروع از لایه آخر به لایه قبلی استفاده میکنه. این محاسبات رو بهش میگیم بکوارد. اینا رو گفتیم. حجم محاسبات بکوارد و محاسبات رو به جلو با هم دیگه برابر است. همون ضرب ماتریس‌های وزن یه جور است. از این خطای دی ام ان های وار شروع میکنیم به لایه قبلی منتشر میکنیم. اینا فکر کنم تقریبا همه‌شو توی اسلاید قبلی توضیح دادم. خب اینم فرمولای اصلی ماست که اینجا دو مرتبه آورده. دقت کنید که توی ضوابط به مشتق تابع فعالیت یعنی همون اف نیاز دارید و معنیش این است که تابع فعالیتمون باید مشتق پذیر هم باشه. قبلا گفتیم باید غیر خطی باشه، حالا میگیم باید مشتق پذیر هم باشه. به تدریج این دوتا محدود و یک نواخت بودن هم توی جلسات بعد میگیم که اینا هم باید لازم است که باشه. بله. وقتی که به جای فول بچ استفاده کنید وقت خدمت محاسبات بکوارد کمتر میشه. بله دیگه، به جایی که هزاران بار انجام بدید 128 بار 256 بار انجام. حالا به همین دلیل این مینی بچ‌ها از نظر محاسباتی مزیت داره نسبت به فول بچ‌ها. ما الگوریتم بک پروپاگیشن تموم شد، همین بود. این کل الگوریتم بک پروپاگیشن به صورت الگوریتم هم گفتیم. ولی اگه همین رو بیاید پیاده سازی بکنید و بعد حتی برای شبکه کوچیک با تعداد 5 تا 10 تا 20 تا نورون و 200 تا الگو بخواید این رو استفاده بکنید، می‌بینید که از نظر در واقع عملاً خیلی به مشکل برمیخورید و باز ممکنه شبکه‌تون تعلیم خوبی پیدا نکنه. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه این الگوریتم کنده، این الگوریتم عددی است و کار کردن باعث یه سری دردسرای خاص خودش رو داره. باید نکات دیگه هم علاوه بر خود الگوریتم رعایت بکنید که حالا تو جلسات بعد یکی یکی اینها رو میریم جلو. اول سعی می‌کنیم که همین بک پروپاگیشن رو برای شبکه شلو به کار ببریم، شبکه با دو تالای مخفی، و بعد تکنیک‌های دیپ رو بهش اضافه می‌کنیم بتونیم برای شبکه‌های با تعداد لایه‌های بیشتر بتونیم ازش استفاده کنیم. از اینجا به بعد یه تعدادی از اسلایدهای من آوردم از این درس دیپ لرنینگ آقای کاستا درپانیس استفاده کردم که توی دانشگاه یورک این رو تدریس میکنه
البته ایشون تخصصش در واقع ایمیج پروسسینگه، ولی چون این درسم خیلی استفاده خوبی تهیه کرده و من خیلی جاها تو درسم از پارسال این استفاده ایشون هم آوردم. جدای از اون در واقع محاسباتی که من توی استفاده قبلی برای بک پروپاگیشن آوردم و مبتنی بر محاسبات لایه بود و فرضمون به نوعی در واقع این بود که شبکه ما مولتی لایر هست. شکل کلی تری برای محاسبات بک پروپاگیشن استفاده از نظریه گراف است و در واقع در نظر گرفتن یک گراف محاسباتی برای یک شبکه عصبی، چه مولتی لایر هست، چه ریکارنت هست یا هر ساختار دیگه‌ای که بعداً خواهید دید داشته باشه، ما میتونیم یک گراف محاسباتی فوروارد به دست بیاریم و بعد بر اساس همون گراف محاسباتی میتونیم محاسبات بکوارد رو هم یک گراف محاسباتی براش تهیه بکنیم. این کار به دست آوردن گراف محاسباتی بکوارد رو کتابخونه‌های پایتورچ و تنسورفلو و کلاس، اینا که تخصصی برای شما میان ازشون میتونید استفاده بکنید برای تعلیم شبکه‌های عصبی مصنوعی، این کار به طور اتومات میان براتون انجام میدن. یه الگوریتم دارن به عنوان آتوگراف که این گراف محاسباتی بکوارد براتون از اون گراف محاسباتی فوروارد میسازه و کار شما رو بسیار بسیار ساده میکنه. شما دیگه لازم نیست اصلا به اینکه محاسبات بکوارد چجوری انجام میشه کار داشته باشید. شما گراف محاسباتی فورواردتون، یعنی در واقع فرمولای فوروارد شبکه‌تون رو بهش میدید، اون بکوارد برای شما انجام میده. میخوام یه ایده هم داشته باشید در واقع به یک نوع دیگه بک پروپاگیشن، همون چیزی که تا اینجا گفتیم و مطابق گراف محاسباتی ببینیم به چه شکل این کار انجام میشه. خب یک گراف محاسباتی یه چیزی مثل این شکلی است که اینجا میبینید. از دو تا ورودی A و B میاد F1 ضرب در ضریب C میشه، از F2 ضرب در D و به همین شکل تا یک خروجی H به ما بده. فرض ما این است که این H، اینا دیگه ممکنه هر کدوم از اینا برداری باشند، ولی معمولا فرضمون این است که این H اسکالر است و به این میگیم یک گراف محاسباتی. این طبق همون چیزی که قبلا گفتیم این میشه فوروارد پس. برای محاسبات در واقع گرادیان باید از بکوارد پس بیایم اینجا استفاده. فرض میکنیم که خروجی ما یه اسکالر است که همون در واقع لاس ما هست، معمولا تابع لاسه و میخوایم حالا بیایم برگردیم و گرادیان رو حساب بکنیم. وقتی برمیگردیم از همون مشتقه زنجیره، اولین چیزی که اینجا حالا تابع F6 اینجا داره، روند H به روند به این پارامتر اینجا میخوایم حساب بکنیم، مشتق رو میخوایم حساب بکنیم، باز میتونیم از فرمول بیایم این رو حساب بکنیم. میشه همون در واقع اینجا میشه چی؟ میشه F6 مشتق F6 دیگه نسبت به ضرب در تقاطع. بعد اینجا که باز داریم این مشتقات رو گفته H به DG ضرب در چی میشه؟ طبعا ضرب در روند G به روند E میشه. برای این مسیر بالایی پایینی مثلا میشه روند G به روند F برای مسیر پایین. بنابراین مسیر فورواردتون که مشخص باشه، گراف مسیر برگشت یکی یکی قابل محاسبه. این همون جایی که گفتم وقتی دو تا شاخه برمیگردن، وقتی برمیگردن که شما گرادیان دارید حساب می‌کنید، باید چیکار کنید؟ باید با هم دیگه دو تا گرادیان رو جمع، برعکس مسیر فوروارد است، اینجا با هم دیگه جمع می‌کنید و جمع اینا رو در نظر. یه مثال زده گفته مثلا ماکسیمم A و B رو می‌گیریم، علاوه C این به این شکل است. A و B ورودیامون، C و D هم ورودیامون، A و B ماکسیممش گرفته میشه، هر چی هست C و D هم در هم دیگه ضرب میشه، با هم دیگه جمع میشه، میشه خروجی این در واقع گراف محاسباتی اون فرمول قبلی است. و حالا برای این عدد مثلا بدید R2 گرفته، اینو 5 گرفته و محاسبات حساب کرده، ایتون شده 3 اینجا و حالا پروپاگیشن انجام بدید. گرادیان نسبت به خود ای که 1، گرادیان اینجا fx بنابراین روند f به روند x میشه 1 میشه گرادیان نسبت به این 1 نسبت به این و به ماکسیموم چطوری گرادیان گرفته میشه؟ تا به ماکسیموم مشتق پذیر نیست، ولی مشتق پذیر هست. چرا مشتق پذیر هست؟ چون شما الان میگید این 5 بود، این 2 بود دیگه. در واقع این ماکسیموم الان مساوی با چیه؟ ماکسیموم مساوی با 5. 1 برابر 5 0 برابر 2. بنابراین در این جهت گرادیانش میشه 1، در این جهت گرادیانش مشتق به این میشه 0.
و همین به همیشه گرادیان رو نداریم. اونی که ماکسیمومه، مقدار ماکسیمومه نسبت به اون متغیر میشه 1، نسبت به تمام بقیه میشن چی؟ میشه 0. این چون ماکسیموم تابع مهم نیست، بعداً ازش استفاده میکنیم تو ماکس پولینگ‌های لایه‌های پیچشیمون کانولوشنالمون. اینجا این مثال ماکسیموم رو آورده چون بعداً هم ازش و به همین شکل این رو داره میگه اگر ماکسیموم x و y نون دیفرنت x اگر x بزرگتر از y 1، اگر کوچکتر 0. کدوم بزرگتر از همون نسبت به اون یکی دیگه 0 که اینجا میبینید. و نسبت به پایین چی میشه؟ نسبت به حاصل ضرب از x ضرب در y نسبت به x مشترک بگیرید میشه y، نسبت به y بگیرید میشه دیگه دبیرستانی است. ولی همینا رو میتونید چیکار کنید؟ انجام بدید. 1 اینجا ضرب در منهای 1 میشه، اینجا این 1 ضرب در 2 میشه، گرادیان میشه 2، اینجا که گرادیان میشه 1، نسبت به این پارامتر 1 نسبت به این پارامتر گرادیان 0. به صورت بکوارد دارید روی یک گراف محاسباتی گرادیان رو دارید یکی یکی حساب کنید. این کار الگوریتم آتوگراد میتونه توی پایتورچ براتون به طور اتومات انجام بده و در واقع یک حافظه در نظر میگیره. هر محاسباتی که انجام میدید در واقع گرادیانش رو هم ذخیره میکنه که بعداً توی گراف محاسباتی این کار براتون محاسبات کل بکوارد از آخر تا اول برای کل این چند تا پارامتر میبینید که اینجا انجام داده و گراف محاسباتی رو تشکیل داده. معمولاً ما حالا خروجی نهاییمون لاسمون یه اسکالر است، منتها خروجی‌های لایه‌هامون به صورت برداری یا ماتریسی یا بعداً می‌بینید تنسوری است. وقتی حالا در شکل سادهش اگر این یه بردار امتایی باشه، ورودیش بردار امتایی باشه، مشتقمون چی خواهد شد؟ به چه شکل تبدیل میشه؟ گرادیان بخوایم بگیریم یا مشتق در واقع بخوایم بگیریم، از یه بردار انتایی نسبت به یک بردار امتایی می‌خوایم. اینجا در واقع y ما هست f x مون بردار است، y مون هم بردار است. روند y به روند x میدونید چی میشه؟ یا حدس میتونید بزنید چی میشه؟ نه دیگه مشتق چی؟ ماتریس چند در چند میشه؟ میشه ماتریس n در n و به اون ماتریس جاکوبی میگیم جاکوبی این تابع. وقتی که به این شکل میشه روند y این x رو معمولا ترانسپوز در نظر میگیرن y به x روند y تا روند y n به روند x n است، به این میگیم ماتریس جاکوبی. بنابراین توی برداری باید ما از ماتریس جاکوبی استفاده بکنیم. حالا لایه‌های مختلف داریم، این ماتریس جاکوبی در هم دیگه ضرب میشه. باید ماتریس جاکوبی رو اگه برداری بخواد در نظر کنید و ماتریس جاکوبی این ضرب ماتریس ها اومده به صورت در واقع این رو به عنوان یه لایه در نظر گرفته، اینم لایه بعدی و هر کدوم از اینا این 6 تا پارامتر داره، این 4 تا پارامتر و نشون داده این ماتریس اینجاست مثلا W2 ماست، این ماتریس وزنهای لایه 1 ماست، البته یک رو باید بالا می‌نوشتم به این شکل و این دو تا در هم دیگه معادله کلی ما رو تشکیل میدن. البته فرضش این است که اینجا این نرون‌های ما نرون‌های خطی باشن. اگه نرون‌های ما خطی نباشن که طبعا نباید خطی باشن دیگه، اینجا باید یه f هم برای هر کدوم از اینا در نظر بگیریم. ولی اینجا حالا کلی شد به این شکل میخواد نشون بکنیم و یک از اون یکی دیگه چطوری است. بنابراین باید از ماتریس‌های جاکوبیان و ضرب ماتریس‌های جاکوبیان در هم استفاده کنیم. معمولا برای لایه‌های خصوصا برای یه شبکه‌های دیف ما به صورت بردار هم حتی نیستن. ما یک در واقع ماتریس سه‌بعدی که در واقع به این ماتریس سه‌بعدی میگیم تنسور در ورودی داریم، m ضرب در n ابعاد طول و عرضشه، c تعداد کانالاشه، تعداد در واقع این عمقشه در واقع w m n و c و خروجیش هم ممکنه حالا m و n و c، البته m پریم n پریم و c پریم، چون ممکنه ابعاد ورودی و خروجی با هم دیگه یکی نباشه. اینجا دیگه ما نمیتونیم ابزار ریاضی برای که این مشتقا رو حساب کنیم معمولا نداریم. اگه بخوایم حساب بکنیم بخوایم در واقع اینجوری حساب بکنیم تبدیل بکنیم به بردار، یعنی زیر هم دیگه با اول سطرها بعد ستونها بعد کانال‌ها رو زیر هم دیگه بنویسیم، تبدیل
بعدش میشه m ضرب در n ضرب در c ضرب در 1، اینم m ضرب در n ضرب در c ضرب در 1 و بعد از همون ماتریس جاکوبی استفاده کنیم. می‌بینید که اگر به این شکل انجام بدید ماتریس جاکوبیتون خیلی ماتریس بزرگی میشه. شما اگر یه تصویر رو در نظر بگیرید، تصویر 700 و چند 720 یا 760 720 در 460 ها 480 نه 80 چون بک نداره من مجبورم این چیزش بنویسم. ضرب در 3 RGB میشه چند تا؟ 500 ضرب در 720 حالا در نظر بگیرید میشه 35000 350,000 ضرب در 3 1,000,000 حدوداً 1,000,000 تا اینجا دادید، 1,000,000 تا حالا فرض کنیم اینجا دادید، بنابراین ماتریس جاکوبیتون میشه ماتریس 1,000,000 ضرب در 1,000,000 میشه 1000 میلیارد پارامتر. نمیتونید اصلا تو حافظه قابل جا شدن نیست. بنابراین ما معمولا اینها رو به صورت ماتریسی حساب نمی کنیم. خوشبختانه احتیاج به نیست. حالا این ماکسیموم دیدیم. واقعا ضربایی که باید انجام بشه، ضربایی به جایی که به صورت ماتریسی باشه، ضربایی روی قطر اصلی است معمولا. در واقع به این شکل این حالا برای این ماکسیموم گرادیان رو حساب بکنید فقط نسبت به یک پارامتر در هر سطحی یک است و این گرادیان خروجی ضرب فقط این عناصر قطر اصلی میشن و در واقع گرادیان خروجی رو به ما میدن. احتیاج به محاسبه خیلی این همون مثالی است که من زدم، از اینم صرف نظر میکنم و بعد معمولا به این شکل انجام میدن. این است که ما میایم به صورت لایه به محاسبات فوروارد بکوارد رو انجام میدیم. محاسبات فوروارد اونها این لایه ها به صورت پازل در نظر گرفته، نه پازل نمیگم چی میگم لگو ببخشید، اون به صورت لگوهای در نظر از این لگوهای ایکس ورودی داره، یه وزن داره به عنوان پارامتر و یک خروجی به ما وای رو میده. تو محاسبات بکوارد باید مشتق لاس نسبت به این بردار و وای رو اگر داشته باشیم، بیایم مشتق لاس نسبت به این بردار وزن لاس نسبت به این بردار ایکس رو باید بیایم چیکار کنیم؟ حساب بکنیم. این چیزا است که ما باید به صورت لایه به لایه حساب بکنیم و هر لایه که این کار بکنیم پشت سر هم که بگذاریم در واقع تمام گرادیانامون قابل محاسبه است. این همون کاری است که این نرم افزارهای مثل پایتورچ و تنسورفلو اینا